در قسمت افتتاحی چورابینی نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه، وزارت فرهنگ، انستیتوت آنتروپولوژی ایوالوسیونی به نام ماکس پلانک آلمان و رهبریت آثارخانه ملی راجع به تاریخ و اهمیت چورابینی شب در آثارخانه سخنرانی نمودند و حاضرین را با روز بین المللی آثارخانه ها تبریک و تهنیت گفتند. گفته شد که امسال مرتبه 13 است که آثارخانه ملی اقدام مذکور را برای تماشابینان وطنی و خارجی و تمام دوستداران تاریخ و فرهنگ ملی در سطح بلند کسبی و ایجادی برگزار میکند. در دایره این اقدام در راهرو و تالارهای نمایشی آثارخانه ملی 35 نمایش و محفل‌های گوناگون فرهنگی فراغتی از قبیل صحنه‌های تئاتری بوربد مروزی، ابرمرد ساز و نوا به افتخار وارد نمودن نام بوربد مروزی به فهرست شخصیت‌های برجسته فرهنگ یونسکو، رابعه بلخی نخستین زن صاحب دیوان تاجیک به افتخار بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی، محفل ادبی بدیعی میرزا ترسونزاده شاعر صلح و وحدت و مبلغ دوستی خلق به افتخار 115 سالگی قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده، آزمون ذهنی ملت صاحب تمدن 35 گامی سرنوشت ساز به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی، برنامه‌های رشد ذهنی، مکالمه انسان و ذهن صنعی توسط ربات بخشیده به رشد تکنولوژی‌های رقمی و تطبیق ذهن صنعی، اینچنین شو محفل کودکانه پیشنهاد شد. همچنین درس‌های استاد شاگرد از قبیل هنر ترمیمگری، درس‌های عملی از قبیل هنر جورابافی بدخشانی، صنعت کندلنگاری، هنر گلدوزی تاجیکان، هنر زردوزی تاجیکان، از بازیافت تا اکسپونات، نمایش اثرها و دستاوردهای علمی و بوستانشناسی آثارخانه ملی، نمایش شرکت‌های سیاحی کشور، اثرهای ترمیم شده تحت عنوان دیدار، نمایش سفارتخانه‌های خارجی کشور، سیر در عالم پریخات توسط عینک‌های 3D، محفل فرهنگی شاهنامه‌خوانی و دیگر نمایش‌هایی که در مجموع تجسمگر تاریخ و فرهنگ و عنعنه‌های ملی خلق تاجیک می‌باشند.